صبح امروز سنه 7 مای مسئولین مرکز خیر و احسان محله وحدت شهر خوجند برای رسانیدن کمک به ساکنان آسیب دیده شهر اسفره لباس و پای افضل فرستادند. در مرکز خیر و احسان مسئولین به 5 برخالده کلان لباسهای تازه زنانه و مردانه، بچگانه و پای افضل را جمع آوری نمودند. در روی هر یک برخالده نوشتجاتی به بخش جمعیتی هلال احمر تاجیکستان در شهر اسفره از مرکز خیر و احسان شهر خوجند نصب کرده شد. این کار با مقصد دستگیری و رسانیدن کمک به ساکنان از نیزاها ضرر دیده دهه چارکوه و خواجه علای شهر اسفره انجام داده می شود. ما اقدام گرفتیم که همین کاوش‌های نو رو به ساکنان قشلاق چارکو نوحه اسفره دسترس کنیم. و غیر از این اقدام گرفتیم 100 کیلوگرم نمک آشی با یک 50 عدد زیادتر سر و لباس هر خیلیه هم طریق هلال احمر نقلیات حکومتی به اسفره دسترس کنیم. راهبر مرکز خیر و احسان نومان حسنوف میگوید واقعی که در دهه‌های نزدیک مرزی ولایتی سوخت رخ داد آنها را بی‌طرف گذاشته نمیتواند و تاکید کرد که حالا ساکنان از نیزا ضرر دیده شهر اسفره کم باشد هم به این سر و لباس و پای افضل‌ها احتیاج دارند، زیرا خانه‌های استقامتی اکثر ساکنان این منطقه بنابر نیزاهای نزدیک سرحدی خراب گشته آنها تماما بی‌چیز و چاره ماندند. در بین لباس و پای افضل‌های فرستاده شده 30 عدد پای افضل نو هست که آن را یک صاحبکار به مرکز خیر و احسان آورده است تا اینکه ساکنان محتاج را با پای افضل تامین نمایند. دینا یک شهروند از شهر خوجند صاحبکار حاجی بو همین یک 30 عدد زیاد کاوش نو آوردند که همین کاوش را ما با اون آدمای نیازمند دسترس کنیم. ما اقدام گرفتیم که همین کاوش نو را با ساکنان قشلاق چارکو نوحه اسفره دسترس کنیم. مسئولین مرکزی خیر و احسان محله وحدت شهر خوجند طی 3 روز اخیر بیش از 25 برخالده سر و لباس و پای افضل زنانه و مردانه را به شهر اسفره فرستادند. و جز این از جانب مرکز به ساکنان دهه‌های واروق، چارکوه و خواجه علا نزدیک 100 کیلو نمک آشی فرستاده شد. رسانیدن برخالده‌های مرکز خیر و احسان در همجایگی با بخش جمعیتی هلال احمر تاجیکستان در شهر خوجند عملی کرده می شود. ما آن قشلاق‌هایی که جنگ زده شدند و اینکه ضرر دیدند با آنها دسترس میکنیم. ما اینها میفرستیم جمعیت بخش هلال احمر در شهر اسفره، آنها دسترس میکنند به هر یک همان آدمی که به این چیز نیاز دارد. مسئولین میگویند بعد تأسیس مرکز خیر و احسان تا امروز به هزارها احتیاجمندان کمک رسانیدند. در عموم مرکز خیر و احسان شهر خوجند بیش از 1000 سر و لباس زنانه و مردانه، بچگانه و نزدیک 100 عدد پای افضل به شهر اسفره روانه کردند. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.